carry the cross. You died and rose again, my God, I'll only ever give my all. You sent son, heaven to earth, live us all. جوانان و مسنین، عزیزانی که همین لحظه به عنوان راننده اتوبوس یا تاکسی یا پشت فرمان خود یا ماشین خود یا در هر قسمت خانه خود در کنار دوستان، آشنایان، همسایگان، اعضای خانواده یا فامیل به برنامه نجات برای استکهلم گوش می‌دهید. همه شما عزیزان خوش آمدید. امروز پدر آسمانی و عیسی مسیح از طریق حضور روح زنده خداوند روح قدس می‌خواهد که به شما عزیزان برکت و فیض خودش نشون بده. و امروز می‌خوایم عزیزان ما برنامه غنی رو پخش کنیم از برادر عزیزمون برنیس، جاناتان برنیس، که یک یهودی ایماندار هستش با کلیسای عظیم در آمریکا و خدمتی عظیم بین المللی که یه جلسه‌ای داشته و دوبله فارسیش رو از زبون برادرتون دانیال میشنوید. و بعد از پخش این برنامه حدود 50 دقیقه بعد از اون شما عزیزان میتونین با ما تماس بگیرین و میدونم که قلبتون لمس میشه و خدا باهاتون صحبت میکنه. همه شما عزیزان رو به دست پربرکت خداوند و منجی زندمون عیسی مسیح میسپارم و شکر میکنم اون رو که از وسیله حقیری مثل من امروز استفاده میکنه که این پیغام رو به گوش شما عزیزان کوچک و بزرگ و مسن، خواهر و برادر برسونم. روح قدس همین لحظه با قدرت بیا از طریق دهان من صحبت کن و هموطنان عزیزم رو لمس کن. در نام عیسی مسیح آمین. عزیزان با هم دیگه گوش میدیم. در مطالعاتی که من کردم در مورد ضد مسیح، غیر یهودی فکر کردن، ضد یهودی فکر کردن بسیار بی منطقی گفته شده در موردش، ولی من فکر میکنم که من واقعا کشف کردم که این طوری نیست. در واقع من ایمان دارم که ضد مسیحی فکر کردن، غیر یهودی فکر کردن خیلی سیستماتیکیه و نقشه دشمن ماست و من میخوام با شما شریک باشم در این زمان کوتاهی که داریم اون چیزی که ایمان دارم که ریشه ضد یهودیته، آنتیسمیتیسم. و من میخوام سعی کنم که یک تعلیم طولانی رو خلاصه کنم، 15-16 ساعت رو خلاصه کنم با فیض خدا، 12 تا 15 ساعت تعلیم رو به اضافه ترجمه. خداوندا به من فیض خودت رو ببخش و وقتی که کمک میکنی به ما که از پیدایش به مکاشفه بریم در 45 دقیقه. من میخوام ایده هایی رو که تا الان شاید نشنیده باشین و باهاتون شریک باشم. اگر توافق ندارین با این چیزی که گفته میشه اوکیه و خیلی اوکیه که اشتباه هم فکر کنین. شوخی میکنم. من میخوام شما رو تشویق کنم که واقعا تعمق کنین روی این چیزی که میگم امروز. 7 کلیدی که اسرار اسرائیل رو فاش میکنه در این نبوت‌های عهد قدیم، عهد جدید، در این زمان آخر. من ایمان دارم که غیر یهودی فکر کردن، آنتیسمیتیسم، یکی از منطقی ترین استراتژی های امروزه است. اگر بخوایم که ریشه ضد یهودیت رو بفهمیم، ما باید برگردیم به ابتدا.
در 45 دقیقه Så nu börjar våra در 45 minuter. پیدایش باب یا گفتار سوم و با هم دیگه کار میکنیم که به بخش مکاشفه برسیم. Så har du Bibeln där så öppna در till första پیدایش Mosebok. باب یا گفتار سوم داستانیه که ما رو Vi känner ju alla historien هدایت som, میکنه به har lett fram till det här kapitlet. خدا دنیا رو خلق میکنه و او Och han skapar människan. انسان رو خلق میکنه. Adam. آدم رو خلق میکنه و حوا. No, okay. آدم که همون کلمه عبریش هم همونه، یه ذره مشکل داد به مترجمم. انسان و حوا خلق شدن، مخصوصا انسان برای حکومت بر روی زمین. پرینسیپ Skapelsens och delegeringens princip. خلقت در عمل. Gud skapar världen och ger Adam och Eva خداوند nyckeln till den. دنیا رو خلق کرد و به آدم و حوا کلید حکومتش رو داد و به اونها فرمان میده که میوه پرثمره بدن و افزایش پیدا کنن، یعنی تولید مثل بکنن و بهشون ابتدای حق انتخاب آزاد رو داد که فقط از میوه درخت معرفت نیکویی و بدی رو نخورن. و اون موقع مار رو، شیطون رو به شکل مار به آسمون اومد و حوا رو گول زد و اونها در گناه سقوط کردند و تمام دنیا رو به گناه و طبیعت گناهکارانه رسوندن. دنیا به طور ناجوری تغییر پیدا کرد بعد از سقوط آدم و حوا به گناه. من فکر نمی کنم که همتون درک کنین که چقدر دنیا تغییر پیدا کرد وقتی که آدم و حوا گناه کردن. و از اون لحظه به بعد مرگ وارد خلقت خدا شد و آدم و حوا شروع به مرگ طبیعی کردن. و همون لحظه خدا مار رو لعنت میکنه و به مار میگوید به خاطر اینکه این کارو کردین ملعون خواهی بود در میان تمام خلقت و به روی شکم خودت خواهی خزید و تمام روزهای زندگیت شن خواهی خورد. و در میان این اتفاق بسیار غمناک ما واقعا یک جرقه امید داریم و در این تراژیک که اتفاق افتاده، در این اتفاق بعد یک امید غنی داریم، اعلامیه بزرگی از طرف خدا که محققین یهودیت و مسیحیت میگن پروتو گالیلیون، یعنی انجیل قبل از انجیل عیسی مسیح، یعنی اولین پیغام خدا. خداوند میفرماید که دشمنی میگذارم بین نسل تو و نسل زن، و نسل زن یعنی آدم، یعنی حوا، نسل یعنی مریم باکره، بین تو و آدم دشمنی خواهد گذاشت. چند نفر از شما این رو میدونید؟ بله، کلیسای بسیار مطلعی داریم. خیلی سخته که اینو توضیح بدیم اگر تا حالا نشنیده باشیم. ولی خداوند میگوید، به شیطان میگوید اون روزی خواهد آمد، یک زمان مخصوصی وجود داره برای اون که وقتی دانه اون ذریت زن پای تو رو خواهد شکون، پای تو رو خواهد شکون که پاشنه تو رو زخمی خواهد کرد.
نه تنها زخمی خواهد کرد بلکه خورد خواهد کرد. ولی اون ذریت زن تو رو خواهد خورد خواهد کرد. و این نبوت بسیار خارق العاده است به خاطر اینکه این میگوید ذریت زن. و این بزرگترین بحث امروزه ماست در یهودیت و مسیحیت و کسانی که بر علیه میسیونرهای مسیحی هستند و یهودیای مذهبی که بر علیه مسیحی هستند. بر علیه نبوت اشعیا در عهد قدیم که میگوید باکره باردار خواهد شد و در سپتوآگینتا که در عهد قدیمه یا تورات اینجوری ترجمه شده که در مورد به دنیا آوردن باکره هستش، یعنی مریم مادر عیسی. فقط در اشعیا در این مورد نبوت نشده، بلکه ذریت زن خیلی وقت پیش از این، یعنی بعد از گناه آدم و حوا اعلام شده از طرف خود خدا. و من ایمان دارم که این اولین نبوت در مورد تولد باکره، یعنی تولد عیسی مسیح از رحم یک باکره‌ای به اسم مریم در باغ عدن. به شیطان میگوید که تو زیر یک مجازات مرگ هستی و از طریق ذریت زن پاشنه تو، پای تو خورد خواهد شد. شیطان این مجازات مرگ رو حمل کرده در این چند هزار سال و امروز میخوام براتون بگم که این اولین و قوی ترین استراتژی شیطونه که بزرگترین تمرکز شیطان که این مرگ، این مجازات مرگ رو کاری کنه که اتفاق نیفته، یعنی نبوت خدا اتفاق نیفته. تمام کارهایی که شیطان میکنه مال اینه که با این مجازات مرگ مبارزه کنه که اتفاق نیفته. و منو قبول داشته باشین که اون واقعا سفت و سخت داره با این مبارزه میکنه که این اتفاق نیفته و ایمان داره که میتونه این کار انجام بده. پس این وعده ذریت نقطه‌ای در تاریخ هست که جنگی میشه، ستیزه‌ای بین ذریت زن و شیطان که نتیجهش خورد شدن پاشنه شیطونه. در پیدایش باب یا گفتار سوم، ببخشید در پیدایش باب یا گفتار چهارم، این فقط یه پرانتزه که آدم حوا رو میشناخت و آدم حوا رو لمس کرد، یعنی با هم بودن و بعد قائن رو به دنیا آورد. ولی در عبری اینجوری نوشته نشده، ننوشته که از خدا، بلکه نوشته شده که من مردی رو دریافت کردم، خدا. خدا به عبری نوشته شده یهوه. من داشتم در مورد کتاب‌های مختلف رابین ها در یعنی یهودیان مذهبی اسرائیل میخوندم، مطالعه میکردم و اونها هم میفهمن که در پیدایش 3:15 یک وعده مسیحیه، یعنی در مورد مسیحه، همون مسیحی که یهودی‌ها منتظر اومدنش هستن. و آدم و حوا دقیقاً فهمیدن که نجات دهنده‌ای خواهد اومد
و اینجا پیشنهاد میکنه که اونها ایمان داشتن که اون ذریت وقتی که قاین رو به دنیا آورد، حوا به وجود اومد، ولی که قاین این نبوت رو به انجام میرسوند و از طریق قاین اونها دوباره خوش آمد میگرفتن و بازگشت به باغ عدن یا بهشت و همه چی درست میشد، همه چی اوکی میشد. آیا میتونید تصور کنید؟ آیا یأس اونا رو میتونین تصور کنین که وقتی که قاین به جای این که اون وعده ذریت باشه، به جای اون یک قاتل میشه، چون برادر خودش هابیل رو کشت. به جای این که منجی باشه یا نجات دهنده باشه، قتل رو وارد دنیا کرد و جدیت گناه وارد دنیا شد. و با این حال ما وعده ذریت رو داریم و وقتی که شما در انجیل میخونین میبینین که بدتر و بدتر و بدتر میشه. و وقتی که خدا اعلام میکنه در پیدایش در باب یا گفتار سوم، در پیدایش باب یا گفتار ششم، وقتی که اعلام میکنه که واقعا آزرده شده که انسان رو خلق کرده که هر هدف و هر فکری که انسان در ذهنش داشت شرورانه بود و این یکی از تراژیک ترین اعلامیه‌های خدا در انجیله که واقعا آزرده شده و پشیمون شده از اینکه انسان رو خلق کنه. او نوح و خانواده‌اش رو انتخاب کرد و تمام دنیا رو با طوفان و سیلابی از بین برد به خاطر گناهشون. ولی این وعده ذریت باقی ماند تا پیدایش باب یا گفتار 12. و در پیدایش 12 می‌بینیم مردی به اسم آبرام اومد یا ابراهیم. هیچ چیزی در مورد اون نمیشناسیم و او فقط وارد صحنه میشه. وقتی که من در سیناگوگ یا عبادتگاه یهودی بزرگ شدم از بچگی، وقتی که فقط تا زانوم طولم بود، ارتفاع من بود، من واقعا دلم میخواست که بیشتر به معلمم گوش کرده بودم. ولی من خلقت جدیدی هستم در مسیح. یادمه که تعلیم گرفتم که ابراهیم یا ابرام پسر یک بتساز بود که بت‌های چوبی می‌ساخت و گیجی ذهن من از اون لحظه شروع شد. یادمه که یه طوری در ذهنم ابرام یا ابراهیم رو وصل کردم به پینوکیو، پسر یک بتساز که بت‌های چوبی ساخت. و وقتی که خدا او رو ملاقات کرد، این مغازه بتسازی چوبی پدرش رو سوزون. من تک تک آیات انجیل رو گشتم
ولی یه همچین داستانی رو پیدا نکردم وقتی که مسیحی شدم و هرگز پیداش نکردم. شما آیا میتونین به من بگین که کجا این داستان هست؟ ولی انجیل میگوید که از هیچ جا خدا با ابراهیم صحبت کرد و خودش رو آشکار کرد برای ابراهیم و به ابراهیم گفت از سرزمین خودت بیرون برو، از خونه پدرت و به سرزمینی برو که من بهتون نشون میدم. این واقعا غنیه، واقعا عالیه، شگفت انگیز این داستان. ما واقعا بیشتر از خدا میفهمیم وقتی که این داستان رو میخونیم که خدا شرط میذاره قبل از وعده و قبل از برکت ابراهیم رو از هیچی یه دفعه فرا میخونه و هر چیزی رو که راحت هستین باش از اون راحتیت بیرون بیا و به جایی که به اون سرزمینی که من بهت نشون میدم برو. و به خاطر اینه که او الان در میان قهرمانان ایمانی در انجیل هست. فکر کنین که یه شب خدا شما رو بیدار کنه و بهتون بگه که من میخوام شما رو به یه سرزمینی که نمیشناسی بفرستم. من یادم یه وقتی خدا با من صحبت کرد که انتقال اسباب کشی کنم به روسیه. ما رسیدگی بزرگی داشتیم به روسیه از کلیسای خودمون در آمریکا و یک سری جلسات بزرگی داشتیم در روسیه و من داشتم قوی دعا می‌کردم به طور با قدرت که خداوند کسی رو بفرست برای میسیونر بودن در روسیه. و یه روز در آخر وقتی که داشتم ریش می‌زدم خداوند در آینه به من گفت من یه نفر رو فرا خوندم، نگران نباش. گفتم هللویا، جلال بر نام عیسی مسیح. کی؟ و خدا به من گفت تو داری بهش نگاه میکنی. و بعد از اینکه تمام خراش‌های زخمای خونی که پیدا کرده بودم، بعد از اینکه خدا گفت و خدا به من گفتش که یک کلیسای شگفت‌انگیز و جالب و عالی که به من داده بود رو ترک کنم. خونه خوبی که داشتم با گاراژ 2 دره، اتومات با کنترل. من نمیدونم که کنترلم این تریبون شما رو بالا پایین می‌برد یا نه. ولی دوست دارم بهتون بگم که من سریع گفتم بله خداوند. ولی من تا 2 ماه با خدا ستیزه می‌کردم. خدایا نه روسیه. من دوست دارم اونجا رو ملاقات کنم ولی اونجا اسباب کشی کنم خیلی زیاده. ولی میدونستم که خدا چرا منو میفرستاد. میدونستم که باید به شهر سنت پترزبورگ برم. ولی خدا به ابراهیم گفت برو و خانه پدرتو ترک کن و به سرزمینی برو که من بهت نشون میدم. آیا میتونین که به یه شرکت اسباب کشی زنگ بزنین و تمام کامیونشون رو پر از تمام اساسای شما بکنن و اونا ازتون میپرسن که کجا میخواین انتقال پیدا کنین؟ بگین که خداوند هنوز بهم نشون نداده. و اونا یا چیزای شما رو از کامیون میریزن بیرون یا اینکه بهشون باید یه مکانی رو نشون بدید. ولی هر روز ابراهیم باید بیدار شه و بگه خداوندا امروز چی کار میخواییم بکنیم؟ این ایمانه. و به خاطر این ابراهیم یک مرد بزرگ ایمان بود. و بعد از اینکه خداوند این شروط رو روش گذاشت، ازش خواسته های مختلفش رو بهش گفت، باش عهد بست و گفت من از تو یک
یک ملیت عظیم میسازم، به تو برکت خواهم داد و نام تو را عظیم میکنم و تو برکتی بزرگ خواهی بود. و وعده‌ای که به او داد همونقدر قوی امروز که قبلا بود، اون موقع بود که اونایی رو که به تو برکت میدن برکت میدم و اونایی که تو رو لعنت میکنن لعنت میکنم. همه شما میدونین که این حقیقت داره امروز. مثلا آقای احمدی نژاد که کشور اسرائیل رو لعنت میکنه و همه جا رو میبینیم که اونایی که اسرائیل رو برکت میدن خودشون برکت مییابن. این پرینسیپ خداست که میگه وقتی که اونایی رو که به تو برکت میدن برکت خواهند یافت و اونایی که معلوم میکنن لعنت خواهند شد و اونایی که لعنتت میکنن. و بعد وعده‌ای شگفت انگیز و در تو و از طریق تو تمام خانواده های دنیا مبارک خواهند بود، برکت خواهند یافت. خداوند ابراهیم رو انتخاب کرد که به همه دنیا برکت ببخشه. هر هدیه‌ای که خدا به شما داده، هر استعدادی که خدا به شما داده، مثل ابراهیم مال کس دیگری بود برای اینکه بتونیم به دیگران خدمت کنیم. او به شما برکت داده که بتونین به دیگران برکت بدین. به خاطر همین شما این وعده رو دارین که از طریق ابراهیم تمام خانواده‌های دنیا مبارک خواهند بود. اگه به تاریخ نگاه کنین دوستان، میبینیم که خدا کلامش رو عمل کرده که این خدمت‌های قوم یهودی از طریق هنر یا از طریق طب و پزشکی و از طریق تمام تکنولوژی مختلف، بزرگترین اعداد کسایی که جایزه نوبل رو دریافت کردن یهودی هستند که فقط جمعیت 1% دنیا رو دارن. ولی قوم اسرائیلی انقدر خدمت کردن به دنیا و انقدر هدیه آوردن برای همه دنیا. به خاطر هوش اونها نیست، به خاطر حکمتشون هم نیست، از طریق یه فاکتور انسانی هم نیست، بلکه از طریق اسحاق و یعقوب و خداوند اسرائیل بهشون گفت که از طریق نسل‌های شما تمام نسل‌های دنیا مبارک خواهند بود. در انجیل نوشته شده که ابراهیم از طریق تو، از طریق ذریت تو تمام خانواده های دنیا مبارک خواهند بود. این یک توصیف عظیمی است و یک واقعیت بزرگتری در این آیه وجود داره. و برکت بزرگتر از این در یک نبوته که ذریت ابراهیم، از طریق ذریت ابراهیم یه نفر بیرون خواهد اومد که ابتدای او، منبع او از ابتدای همه چیزه، یعنی ابدیت. یه نفری خواهد اومد که شاه شاهنشاهان خونده خواهد شد و ستاره صبحگاهی، و از طریق او، از طریق این ذریت ابراهیم کسی خواهد اومد که خدای قادر و پدر ابدی و حاکم آرامش و اسم او هست یشوع به عبری، یعنی عیسی. اسم او عیسی است. هللویا.
او هست seed of Abraham. ذریت ابراهیمه. Remember, as a brand new believer, Jag kommer ihåg som en alldeles من ny به عنوان troende, نوایمان یادمه که book of Matthew, så öppnade jag Matteus کتاب evangelium. متی رو Jag یادمه. hade aldrig läst Nya Testamentet förut. and I began to read the هرگز عهد genealogy, جدید رو Började در läsa, انجیل نخونده بودم. släktleden. and it said وقتی Jesus که Christ. تمام Det står Jesus فامیل I was prepared عیسی for رو that. خوندم Det var jag beredd که på. نوشته بود که عیسی مسیح به عنوان یهودی اینو آماده بودم که بشنوم. Som en jude här så kliver jag in på förbjudet område nu. Here's من به عنوان Jesus یهودی Christ, the son of وارد Mr. and یک Mrs. منطقه Christ. ممنوع میشم. Här har jag då Jesus Kristus, son till herr och عیسی fru مسیح Kristus. God of the Christians. پسر آقا و خانوم And I'm مسیح. sticking my toe in now. Och så doppar jag tån i det här. نوک انگشت پامو دارم میارم وارد این میکنم. din bok. And در there کتاب on شما page نوشته Och där på sida 1. در صفحه اول Första versen. در اولین Jesus آیه Christ, the son of Abraham. Jesus عیسی Kristus, مسیح پسر Abrahams son. ابراهیم. I stop there. Där stannar من vi. اونجا باقی میمونم. اونجا استاپ میزنم. Wait a minute. Vänta nu. وایسی. Abraham's the father of the Jewish people. ابراهیم Abraham پدر är ju یهودیانه. far till det judiska folket. He's the father of the Israelites. Han är اون far پدر till israeliterna. اسرائیلیانه. He's our patriarch. Han är våran patriark. او What's he doing over قهرمان here in the ماه. book of the Christians? Vad gör han او här با borta i de مسیحا داره kristnas چی کار folk? And میکنه. then I saw Moses Och så بعد såg jag موسی رو Moses دیدم and David och و David. داوود and all of these other great men of و faith that I grew تمام up with. مردان Alla de här بزرگ ایمان troshjältarna som در jag var uppväxt med. عهد قدیم و تورات Och nu är inte که jag باش en, بزرگ شده بودم. vetenskapsman. But I began to من scratch یک my head. محقق و دانشمند نیستم، Scratched it so hard my hair came out. ولی انقدر موهامو تکون دادم که موهام همه کنده شد. Och så tänkte jag, det är någonting som är på gång här. گفتم یه چیزیه که داره به وجود میاد اینجا. دارم درک میکنم. That's a whole nother story. I won't go there today. Det är en helt annan historia som jag و این inte ska یک berätta داستان idag. دیگه است که But امروز this در is the موردش چیزی seed نمیگیم. promise. Men det här är ولی از säden, طریق löftet. این That seed وعده that ذریت God declared would که crush خدا the head of اعلام the کرد serpent. که Säden som Herren lovade skulle پاشنه krossa دشمن ormens huvud. مار رو خورد خواهد Reappears in کرد. the person of Abram. Återuppstår i personen نوسازی شخص ابراهیمه Your seed. که از طریق ذریت تو، Proklamationen hörs. Genom din säd, genom din avkomma. از طریق ذریت تو، از طریق امثال تو، کسایی که از طریق نسل تو زاییده In میشن، other words, through your descendants, یعنی از Genom dina طریق avkomlingar. the one will come who will crush نسل‌های the head تو of the کسی serpent. خواهد Ska اومد han که komma som ska krossa ormens huvud. که Now let's put this together. پاشنه مار رو خورد خواهد کرد، یعنی شیطان. Seed promise. Säd, بزنین این löftet. وعده ذریت رو Death بررسی کنیم sentence Dödsdomen. که با through اون the seed of the woman. مجازات مرگ And فرا that اومد seed promise و از طریق materializes این in Abram. وعده Det ذریت materialiserar sig själv i Abraham. در ابراهیم این وعده داشت به وجود می آمد. Tror du inte att djävulen räknade ut det? آیا ایمان ندارین که You see, I think شیطان that این رو حساب کرد؟ anti-Semitism is absolutely ضد logical. یهودیت Som jag sa, بسیار antisemitismen منطقیه. är något helt logiskt. انتیسمیتیسم ضد یهودیت. Satan jobbar med strategier. شیطان He با reached the استراتژی very کار simple میکنه conclusion. Och han kom till den enkla و sammanfattningen. به این If I نتیجه want to رسید spare my life, Om jag vill که rädda mitt اگر liv, بخوام زندگی خودم رو نجات بدم، promise from ever being fulfilled. باید کاری کنم که این وعده ذریت هرگز به اتفاق نیفته. That seed promise is to be through Abraham. om Gud اگر har اون tänkt på وعده att det här sädlöftet ska ذریت uppfyllas که genom به Abraham. ابراهیم I داده need to شد destroy the seed از بین of بره، Abraham. به آدم و حوا داده شد از طریق ابراهیم که خدا به همه نسل‌های دنیا برکت بده، Is as شیطان پیروز simple میشه. as an effort on the part of Satan to keep his death sentence ضد from یهودیت، coming to pass. انتیسمیتیسم یک استراتژی دشمن یا شیطونه که این وعده ذریت اتفاق نیفته، همه نسل‌های دنیا برکت نیابند. Inte så många. How many think it makes sense? Hur många tycker att det چند نفر فکر stämmer? میکنن که این منطقیه؟ Yeah? بله، اکثر شما. Jag har en del av er. About half. That's I'll take half. بله، Ungefär hälften, men då tar jag det. من میدونم که بیشتر شما این فکر رو Så میکنید. Satan genom århundraderna Has done شیطان در everything تمام possible این to destroy 100 سال و the seed 1000 of سال Abraham. har اخیر gjort allt som har stått i hans makt för att با förinta تمام Abrahams قدرت خودش سعی کرده که یهودیان رو، نسل یهودیان رو، قوم یهود و کشور اسرائیل رو نابود کنه. destroy
the children of Abraham. Du har که systematiska فرزندان försök att ابراهیم utplåna رو Abrahams barn. سیستماتیکی نابود کنه. Du har kananiterna. You have all of the different ites that tried to destroy تمام Alla de här کانانیان olika و iterna som försökte förgöra Israels folk. آنانیان همه اون ایت‌های مختلفی که در عهد قدیم وجود داره که میخواستن قوم یهودی رو نابود کنن. Assyrierna. You have the Babylonians. آشوری ها، بابلی ها Så många försök و att ایران förinta det här امروزه You have با Pharaoh از in طریق Egypt. آقای احمدی نژاد killing the young males. som utrotar de و اون unga پادشاه رومی barnen, که de میخواست barnen. تمام مذکرهای نوزاییده رو نابود کنه. Slutgiltigt då, djävulens försök. The demonic و این strategy of سعی Satan شیطون to بوده keep که the seed که این promise from being وعده fulfilled. ذریت رو نابود Demoniska کنه strategi att hålla det här löftet från att gå i fullbordan. Now turn و with me نمیخواست quickly to که Jeremiah این chapter وعده 31. به وجود بیاد، اتفاق بیفته. And I'm really skipping a lot. Och من دارم خیلی میپرم تو انجیل. بریم به بخش ارمیا. Much more detail to this teaching. Av tidsskäl, men jag har mycket mer detaljer egentligen i den här خیلی undervisningen. بیشتر جزئیات دارم در این تعالیم. Men i Jeremia 31 You ولی have در a ارمیا number of باب یا amazing گفتار prophecies. 31 så har du ett antal fantastiska profetior. But I چند want تا to turn نبوت to verse بزرگ داریم. 35. Men jag vill gå till vers 35. میخوام که بریم به آیه Och så 35 säger Herren, Who gives و the sun خداوند for a light by می‌فرماید day, han som har satt solen till att اون lysa کسی om dagen, که and the ordinances of the خورشید moon رو and با stars نظم و for light by ترتیب night, گذاشته månen och stjärnorna till att lysa om natten. و who disturbs در the روز sea بدرخشه and و waves ماه و roar. ستارگان رو که شبها بدرخشند. Herren Sebaot är hans namn. If these ordinances او depart from before me, خداوند says the Lord, سباوت Denna ordning اسم inte اوست. består inför mig, säger Herren. then خداوند the children of میفرماید Israel تا will also زمانی که این نظم و Först då ska ترتیب Israels släkte upphöra att vara ett به folk وجود اومدن و وجود دارن، för mig för alltid. Thus says the Lord, این Så säger وعده Herren, if heaven باقی and earth خواهند can be موند. measured, om himlen där ovan kan اگر mätas and the foundations of the آسمان earth اون searched بالا out بشه beneath, och متر jordens بشه grundvalar där nere kan utforskas. I و will also تمام cast اساس off the seed of زمین Israel. Först då ska jag förkasta مطالعه Israels بشه. släkte. For all they اون have موقع done, من declares the Lord. تمام För allt vad de har gjort, säger Herren. قوم خودم یعنی قوم یهودی در اسرائیل رو نابود میکنم. Let me paraphrase it. بذارین Låt mig دوباره göra en parafras. Every براتون time you توصیف look کنم up اینو. on a clear day, Varenda هر gång du روزی tittar که به upp یک på en روز klar dag, شفاف نگاه میکنین در آسمان، روز kanske inte آفتابی، är så vanliga här i Uppsala. و میدونم که این روزها زیاد نیست در سوئد، Men låt mig säga, idag är en underbar dag. و بذار بگم که امروز مثلا یه روز آفتابیه، Himlen är blå och solen skiner. آسمون آبیه و آفتاب میدرخشه. Och Bibeln säger att و den انجیل solen میگوید som lyser تا زمانی که آفتاب میدرخشه، proklamerar att این Gud اعلام fortfarande میکنه که övernaturligt خداوند bevarar قوم Israels یهودی folk. رو باقی خواهد گذاشت، محافظت خواهد کرد. Och när du ser månen och stjärnorna, و تا زمانی که ماه و ستارگان رو så är میبینین de, در säger شب، Bibeln, fysiska synliga deklarationer. بازم انجیل میگوید که این یک اعلامیه زنده است Att که Gud i خداوند enlighet med sitt ord bevarar det بر judiska اساس folket i کلام sin خودش nation. قوم یهودی رو محافظت Här har میکنه. vi, anledningen till att djävulen har misslyckats. و اینجا ما دلیل اون رو داریم که شیطان تا به حال موفق نشده. Israeliterna finns kvar. اسرائیلی ها وجود دارن هنوز. Malakiterna är borta, men Israeliterna består. ملاکیت ها یک قوم دشمن اسرائیل از بین رفتن. آمالیت ها هم از بین رفتن. همه اونایی که حمله میکردن در چندین هزار سال پیش به اسرائیل. ولی اسرائیل هنوز باقی مونده. Eller deras stora antal. و به خاطر تعداد بزرگ اون دشمن ها هم نبود، بلکه به خاطر خدای اسرائیل، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، قوم خداوند، قوم اسرائیل محافظت شدن تا زمانی که آفتاب می درخشه در روز. من خارق‌العاده و یکتا اون قوم یهودی رو محافظت خواهم کرد در مقابل خودم. فریاد بزنین و شادی کنین در مقابل خداوند برای وعده‌اش. اون کسی که اسرائیل رو محافظت میکنه هرگز چرت نمیزنه و هرگز نمیخوابه. این یک سعی سیستماتیکیه که این وعده ذریت رو از بین ببره از طریق اون زن.
و این رو با وضوح می‌بینیم در اعمال فرعون در مصر می‌بینین اینو. و او سعی کرد که منجی رو جلوی منجی رو بگیره که به روی صحنه بیاد، یعنی عیسی مسیح. او یک الگوی آمدن منجی ما عیسی مسیح به روی صحنه و در یک سعی سیستماتیکی. اگر ایمان ندارین که این هنوز حقیقت داره، بذارین یه مثال دیگه بهتون بدم. هرود چیکار کرد؟ پادشاه رومی وقتی که شنید که پادشاه یهودیان یعنی عیسی مسیح خواهد اومد، از اون 3 دانای بلوک شرق که اومدن از سرزمین پارس قدیمی، در میکا باب یا گفتار دوم در مورد به دنیا اومدن عیسی مسیح در بیت لحم صحبت کرد. اون کسی که حاکم اسرائیل خواهد شد، که آینده او در روزهای قدیم نوشته شده، که پاشنه مار رو خورد خواهد کرد، که به عنوان یک سمبل ضد مسیح که در زمان آخر خواهد اومد. هرودس تمام سربازهای خودش رو فرستاد که تمام نوزادان مذکر رو بکشه. و این یک نقشه انسانی نبود عزیزان، بلکه یک استراتژی یک دیوانه بود و کاملا مصاحبه شده بود. سعی عظیمی بود از طریق شیطان که وعده ذریت پیدایش رو از بین ببره. از پیدایش 3:15 باب یا گفتار سوم آیه 15. ولی این اخبار خوشه. یوسف که در یک رویایی دید، یوسف هشدار داده شد بهش در یک رویا که به مصر نره. از بیت لحم عیسی مسیح، یوسف پدر عیسی مسیح، در یک رویا هشدار داده شد که فرار کنه به مصر، که عیسی مسیح فرزندش جزو اونایی نباشه که هرود پادشاه رومی اونو نابود کنه. و او اون آینده خودش رو، نبوت خودش رو به وجود آورد، یعنی به عمل رسوند. و عیسی مسیح برای گناهان ما به روی صلیب جلجاتا مرد. هللویا. انجیل میگوید اون کسی که گناه رو نمیشناخت، یعنی عیسی مسیح، برای ما به یک گناه تبدیل شد که ما در او عدالت خدا رو بشناسیم. به روی صلیب برای گناه من و شما و با اطاعت او از ارواح و فوجهای آسمانی، یعنی ارواح پلید، واقعا یه شوی براشون گذاشت و اونا رو فاش کرد، آشکار کرد ملکوت مرگ یا جهنم رو. او برای گناهان ما اومد و پولس میگوید و به خاطر نبوتی که خدا بهش داد که او در قبرش باقی نموند، بلکه انجیل میفرماید که در روز سوم قدرت خدا، روح القدس درون او روز سوم رو قیام داد، از مرگ قیام کرد. قیام و حیات. هللویا. افتتاح کننده و اتمام کننده ایمان ما. و اون مار شکست خورد. هللویا پدر. هللویا. جلال بر تو برای اون کاری که عیسی انجام داد. آیا شما شاد نیستین برای اینکه او یک بره مطیع بود؟ او قیام و حیات است. شکر خدا که او موفق شد که ذریت زن اومد و پاشنه مار رو داغون کرد. آمین.
Eller gjorde han det? مگه این کارو نکرد؟ Here's where the heresy may begin. Här kan و bildningarna- کفر از اینجا شروع We have میشه. some worried leaders. Nu har vi några oroliga ledare på en gång. Did he? Gjorde han det? رهبرای نگرانی داریم الان که دارن گوش میدن. on Calvary. Jag blev undervisad att han fullbordade första Moseboken 3:15 på من تعلیم یافتم که در پیدایش 3 و آیه 15 این وعده ذریت رو به اتمام رسون. Jag ser mig omkring i världen. ولی در دنیا که نگاه میکنم Vi har ett problem. مشکل داریم. مشکلاتی که به ریشه های یهودی من باز میگرده. Judiska rötter som letar efter en återlösande Messias. که نه فقط قوم یهود رو از نظر روحانی آزاد میکرد، بلکه رهایی فیزیکی به قوم یهود می آورد. به اسرائیل امروزه مثلا که نمیبینیم. En Messias som kommer یه att مسیحی återlösa که به Israels قوم یهود fysiska می آمد sätt. فیزیکی و اونا رو نجات میداد. Sin messianska tidsålder. چرا هنوز مرگ شکست نخورده؟ چرا هنوز بیماری‌های مختلف در دنیا داریم؟ به خاطر اینکه باید هنوزم کار انجام بدیم. sker så eftersom det finns fortfarande ett arbete som inte är utfört. چون هنوز کارهایی هست که انجام داده نشده. För om Jeshua, Jesus, چون krossade وقتی که ormens huvud عیسی första gången han kom, همون اولش پاشنه så vi ställer en viktig fråga. مار رو خورد میکرد، Om Satan اگر försökte شیطونم tidigare att förgöra موفق Guds شده بود folket, که ذریت رو یعنی قوم یهود رو نابود کنه و او بسیار سعی کرده که این کار رو انجام بده ولی موفق نشد. och om då Jeshua på Golgata och genom sin اگر عیسی بر جلجاتا به روی صلیب fullbordar sädlöftet, این وعده ذریت رو عمل کنه، به اتمام برسونه، arbetat hårdare de senaste شیطون در این 2000 سال پیش اخیر خیلی قوی تر از هزاران سال قبلش کار کرده. än han gjorde tidigare. Varför چرا این حمله صلیبیون Varför spanska inkvisitionen? و حمله اسپانیایی در Förintelsen. چند صد سال پیش؟ چرا هر سعی مختلف برای اینکه قوم یهود رو از بین ببریم و مشکلاتی که هیتلر ایجاد کرد، اون 6 میلیون یهودی رو که از بین برد؟ Och jag tror att svaret är klart. من فکر کنم که جواب این سال بسیار واضحه که کلام و وعده مسیح هنوز باید به اتمام برسه Måste avslutas. و همونطوری که قوم یهود، همونطوری که فرزندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب Jakobs barn. کاملا مهم بودن برای آمدن عیسی مسیح به روی زمین. انجیل درس می‌دهد که بسیار ضروریه برای بازگشت عیسی مسیح به روی زمین. قوم یهود مهمن. کی اینو میدونه؟ شیطون اینو میدونه. کی اینو نمیدونه؟ متاسفانه اکثریت مسیحیان. تعلیم این که خداوند قوم یهود رو ول کرده، Som kallas för این ersättningsteologi. تئولوژی Den rör sig framåt och har framgång igen. جا عوض کردن تعویض، تئولوژی تعویضی، یعنی خدا جای قوم یهود و وعده‌هاش رو داده به ما مسیحیان و این اشتباه. Så finns undervisningen om و یا یک تعلیم دوباره اشتباه که تئولوژی دوبله، یعنی خدا یه عهدی با ما مسیحا داره، یه عهدی هم با قوم یهود و این هم اشتباهه. djävulsk strategi. و این استراتژی شیطونه که فرزندان اسرائیل رو جلوگیری کنه که فریاد بزنن که مبارک باد اون کسی که در نام خداوند می آید. و این چیزیه که بسیاری از مسیحیان امروزه نمیفهمند و بسیاری خدا رو شکر که در این کلیسا میفهمن اونو و خدا رو شکر میکنم برای این کلیسا و شکر میکنم خدا رو برای کلیسای کلام حیات در اپسالا که دعا میکنن برای قوم یهود و اسرائیل و میفهمن
میفهمن که این Och att Gud ändå خود- har en plan för det judiska تمرکز folket. خدا به روی اون قومه Och jag har inte tid att gå in i و وقت ندارم که وارد این نکته بشم، tillbaka och göra en serie om det här någon gång. ولی شیطان میفهمه که قوم یهود چقدر مهم هستند برای بازگشت دوم عیسی مسیح، برای بازگشت عیسی به این زمین، Inte till نه någon به annan هیچ plats مکان دیگری بجز اورشلیم در اسرائیل. under det judiska folkets kontroll och styre. Kan du säga amen till det? در هدایت قوم یهود و در اسرائیل. آمین. Kan du säga amen till میتونیم det? بگین آمین؟ عزیزان دوستان، او خواهد بازگشت، Och han kommer چون inte او tillbaka som به en عنوان Guds lam. بره هم نخواهد اومد، بره خداوند. با دلسوزی و محبت و صبر خدا نخواهد اومد، بلکه به عنوان شیر قبیله یهودیه خواهد اومد. Halleluja. He's coming back in judgment. Han kommer tillbaka او med با dom. داوری باز خواهد گشت. Han kommer tillbaka med kraft. He's coming back with might. او با قدرت باز خواهد گشت. Every knee will bow. Och varje هر زانویی خم خواهد شد Tongue will confess. و هر زبانی اعتراف خواهد کرد Yeshua HaMashiach که یشوع هماشیخ به عبری یعنی عیسی مسیح، Jesus Messias. او خداوند و منجی ماست. that return Och i den و در اون بازگشت says death will be defeated. خدا میفرماید که مرگ شکست خواهد خورد And the enemy will be crushed. و دشمن خورد خواهد شد Fienden kommer att bli krossad av kvinnans säd. My friend, از طریق ذریت زن. Min vän, det judiska folket دوست من، قوم یهود a role in the return رول بزرگی دارند در بازگشت دوم و آخر عیسی مسیح. as they did in the first coming. همون رول بزرگی رو که در اولین آمدن او به روی زمین داشتند. Satan vet. That most Christians don't. Men de flesta kristna vet. شیطان چیزی رو میدونه که اکثریت مسیحای امروزه نمیدونه. Därför tror jag att antisemitism بدین خاطر من ایمان دارم که och dess verkliga ضد یهودیت، انتیسمیتیسم Calculated. är en beräknad بسیار محاسبه شدیدی شده از طریق شیطان، Serpent strategi از طریق مار، استراتژی ماره، from crushing his head. för att و به خاطر اینه که جلوی اینو بگیره که ذریت زن پاشنه سر او رو خورد کنه، han kommer att misslyckas. با پاشنه پاش سر مار رو خورد کنه. Will fail. Han kommer att misslyckas. او شکست خواهد خورد. هللویا، جلال بر نام عیسی مسیح. Has been restored. Israel är återupprättat. اسرائیل نوسازی شده، Control of the Jewish people. Jerusalem är åter under اورشلیم دوباره تحت حکومت قوم یهوده Jewish people. och fjällen faller från det judiska folkets و ögon. The church is rising up victorious. پولک‌های چشم قوم یهود دارن فرو میریزن، یعنی هزاران هزار یهودی ایمان آوردن به مسیح واقعی، خداوند و منجی زندمون، Together as one new man. Tillsammans som en ny människa. و با هم به یک انسان جدید تبدیل شدن. Yeshua. Let's stand together. با هم Say بیستیم، that. Come, Lord Yeshua. بگیم با هم دیگه: بیا خداوند عیسی مسیح، Herre Yeshua. Come, Lord Yeshua. بیا خداوند عیسی مسیح، Come, Lord Jesus. بیا خداوند عیسی مسیح And crush the head of the serpent. Och krossa و ormens huvud. سر مار رو We خورد say کن. Hoshiana. Vi ما säger میگیم Hosianna. هوشیانا، We welcome your return. ما بازگشت دوم تو رو And we stand in خوش the gap آمد for میگوییم Och vi står و idag ما för Israel. با برای محافظت اسرائیل، محافظت اسرائیل Leva ایستاده och ایم. inte dö. Thank you, Lord. They will live and not شکرت die. میکنیم عیسی مسیح که ما Again, come, Lord Jesus. زنده هستیم و نخواهیم مرد. Let's hear it. Let's shout it out. Låt oss ropa فریاد ut. بزنین بگین: عیسی مسیح خداوندا بازگرد، Herre Jesus. Come, Lord عیسی Jesus. مسیح خداوندا بازگرد. Welcome your return. Vi välkomnar din återkomst. ما بازگشت تو رو Seed of the woman. Vi خوش آمد välkomnar dig, میگوییم kvinnans säd. Hallelujah. با Halleluja. ذریت زن. Och må var och en av oss Fulfill our role. uppfylla vår بگذار که هر کدوم ما رول خودمون رو Stand in the gap for در این زمان آخر för Israel. and به عمل understand برسونیم Förstå برای اسرائیل و درک کنیم deras vitala roll in the اون رول مهم اونها رو، اون قوم اسرائیلی، i قوم vår یهود، och frälsares återkomst till den här برای jorden. بازگشت آخر و دوم خداوند و منجی زندمون عیسی مسیح. Hela Israel ska وقتی bli که frälst. همه اسرائیل نجات پیدا میکنن، Bashem Adonai. När de ropar ut میگن ها بشم ادونای، Blessed is he who یعنی مبارک باد اون کسی که در نام خداوند میآید. Hallelujah. هللویا، Hallelujah. هللویا، Hallelujah. هللویا، Halleluja. Är du glad? هللویا. شادین؟ Lord.
جلال بر نام خداوند. Välsignat vare hans. مبارک باد خداوند. بله عزیزان، کلمات غنی برادر عزیزمون جاناتان برنیس، یهودی که از بچگی یهودی بزرگ شده بود و ایمان آورد به خداوند منجی زندمون عیسی مسیح شنیدیم و شما این لحظه قلبتون رو باز کنین. الان موقع اون رسیده که دعای نجات رو با من بکنین عزیزان. خداوند شما رو دوست داره. خداوند منجی زندمون عیسی مسیح که جون خودش رو برای شما داد شما رو دوست داره، بسیار دوست داره. عزیزان بیاین با هم این دعا رو بکنیم که خداوند عیسی مسیح، من گناهکارم، به تو ایمان دارم که برای گناهان من مردی به روی صلیب و من به عنوان گناهکار به گناهانم اعتراف میکنم و بخشش گناهانم رو از تو دریافت میکنم. همین لحظه وارد جان من بشو و روح منو دوباره متولد بکن و منو یک فرزند خدا بساز و به من رابطه پدر فرزندی بده با خدا پدر آسمانی در نام عیسی مسیح. و من به تو ایمان دارم که مردی برای گناهان من و روز سوم قیام کردی و هنوزم زنده هستی و سمت راست پدر آسمانی خدا نشستی و برای من شفاعت میکنی. همین لحظه بیا عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان به تک تک شما عزیزانی که این دعا رو کردین تبریک میگویم. با ما تماس بگیرین تا برای شما دعا کنیم عزیزان، با شماره 580 184 66 یا 580 184 33 580 184 66 یا 580 184 33. عزیزان برکت خدا رو همین لحظه بپذیرید. خداوند به شما برکت دهد و شما را محافظت نماید. خداوند می‌گذارد چهره خود برای شما بدرخشد و به شما لطف و فیض بخشد. خداوند چهره خود را به طرف شما می‌گرداند و به شما آرامش می‌بخشد. در نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. در آرامش قدم بردارید و به خداوند با شادی خدمت کنید. به خدا نگهدار استکهلم تا برنامه بعدی یک شنبه ساعت 8 و برکت خدا با شما باشد و بگذاریم هر چیز که نفس دارد خداوند را جلال دهد. Let us sing to our God. Come before his presence with thanksgiving. For the Lord is the great God. In his hands are the deep places of the earth.